اگر از شما پرسیده شود که بزرگترین حیوانی را که میشناسید کدام است، شاید به ذهن شما نامهای پیل، گاو یا اسب بچرخد. اما بیایید برایتان حیوانی را معرفی کنم که تنها زبانش برابر وزن یک فیل بزرگسال است. درست شنیدید، این حیوان نهنگ آبی است که بزرگترین حیوان روی زمین است. نهنگ آبی 30 متر طول دارد و وزنش در بین 150 تا 200 تن است، یعنی هم وزن با 30 پیل بزرگ، یا اگر به طور دیگری بگوییم هم وزن یک گله 6500 بز. این حیوان در اقیانوس ها پراکنده اند و معمولا حیوانات کوچک اقیانوس ها مانند ماهی های کوچک و حیوان دیگری به نام کریل را میخورند. این حیوان بلندترین صدای طبیعی در جهان را دارد و صدای نهنگ آبی بلندتر از صدای یک هواپیمای جنگی در حال پرواز است. دانشمندان میگن صدای این حیوان در 1000 کیلومتری در اقیانوس شنیده میشه و توسط همین صداها با یکدیگر صدها کیلومتر دورتر ارتباط برقرار میکنند. یک نهنگ آبی تا نیم ساعت میتونه نفسش را زیر آب نگه دارد و برای گرفتن نفس تازه به سر آب بالا می آید. همین است که خیلی اوقات نهنگ آبی و کشتی ها با هم تصادم میکنند. اگر کشتی بزرگتر باشد نهنگ از بین میره، ولی اگر کشتی خودتر باشد دیگه وای به حال سرنشینان آن. در حالی که نهنگ آبی دندان ندارد، اما روزانه بیش از 4 تن کریل میخورد، چون صفحات ساختمان دهنش مانند دندان کار میکند.